ما زشتا کلا یه عکسمون خوشگل در میاد تو کل زندگی، همونو تا سنگ قبرمون استفاده میکنیم. نه همچین من وقتی دنیا اومدم بزرگای فامیل میگفتن هیچ کس قربون صدقه تو نمیده، همه فقط به پدر مادرت میگفتن همین قد که سالمه خدا رو شکر. الحمدلله تلگرام فیلتر شد و زمانی که تلگرام بود واقعا بعضیا کثافت کاری میکردن با یه سماجتی تو رو میکشید تو این گروه ها، عضو میکرد زرتی خودش لف میداد، انگار چوسیده بود میخواست گردن تو بندازه. مردی که من نمیخوام بیام اونجا، به زور تو رو میبرد اونجا. یک ایرانی میتونه که وقتی یک جایی از بدنش درد میکنه فشار بده ببینه اگه فشار بده بیشتر درد میکنه یا ندیدی؟ بعد میبینی بیشتر درد میکنه، یه رو بعد میگه بذار ببینم یه ذره بیشتر فشار بدم، جوری درد میکنه که درد کنه، اینقدر فشار میده تا درده میگه آقا من اگه کار نداری برم.